تحولی در سیاست مهاجرت، کنترل مرزها، توقف پذیرش افغانها و آغاز اخراجها. آلمان با تشکیل حکومت جدید رویکردی سختگیرانه در قبال مهاجرت اتخاذ کرده است. کنترل‌های مرزی تقویت می‌شوند. برنامه پذیرش افغانها بازنگری می‌شود و اخراج مهاجران رد شده از کشورهای جنگ زده در اولویت قرار دارد. همه این اقدامات در حالی است که حفظ اصول شنگن همچنان چالشی باقی مانده است. تورسن فرای، وزیر آینده دفتر صدارت آلمان از حزب دموکرات مسیحی CDU، در گفتگو با روزنامه آلمانی ولت ام زونتاگ اعلام کرد که حکومت جدید آلمان از نخستین روز کاری خود کنترل‌های شدیدتر مرزی را به اجرا خواهد گذاشت. به گفته فرای، این اقدامات بخشی از توافقات موجود در قرارداد ائتلافی میان احزاب دموکرات مسیحی CDU و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن CSU و سوسیال دموکرات SPD می باشد. فرای تاکید کرد که این کنترل‌های مرزی هرچند فشرده و سختگیرانه نباید به صورت دائمی ادامه یابند. او گفت که این تدابیر تنها در دوره زمانی مشخص و کوتاه عملی خواهد شد، زیرا حکومت نمی‌خواهد آزادی رفت و آمد در چارچوب اتحادیه اروپا را محدود کند یا توافقنامه شنگن را تحت شعاع قرار دهد. به گفته وی، کنترل‌های ثابت در مرزها باید تنها به عنوان اقدامی موقتی در نظر گرفته شوند.